الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آیت 104 سورة بقره. در آیات قبلی الله متعال واقعی یهودیان را بیان کرد. سه گروه کلان بودن یا سه قبیله کلان که در مدینه زندگی میکردن: بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه بیاید، اینا بشارت میدادن دیگران را که ای تو نبی آخر زمان آمدنی است و ما به همراه از یک جای میشیم، باز به همراه شما می جنگیم. مشرکین می ترساندن با آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله آمد در مدینه، ریاست و اقتدار از پیش از اینا گرفته شد، رئیس دولت شد رسول. اینا دشمنی را شروع کردن، با وجود که رسول الله صلی الله علیه و آله شناختن که این حق است، قرآن شناختن، دیده و دانسته کفر کردن، انکار کردن. اولین کافر اهل کتاب شدن. الله متعال قباحات از اینا را بیان کرد. اولی که ما خلافت به اینا داده بودیم، بسیار نعمتها را برشان دادیم که ما هر نعمت معجزه هم بود خواندیم: من و سلوا، شق البحر و غرق فرعون و دیگه کل از هم معجزه بود و هم نعمتها. زمانی که قباحات و صفتهای کفری و شرکی در اونا پیدا شد، کتاب الله را پشت سر انداختن، الله متعال خلافت از اینا گرفت و بالاخره به درجه کفر رسیدن. یعنی اینا اول کتاب داشتن، نبی داشتن، حکومت دنیا پیششان بود. قسمی که موسی علیه السلام می فرماید: و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. ای قوم، نعمت الله را به بالایتان یاد کنین. اذ جعل فیکم انبیا، وقتی که الله در بین شما انبیا را پیدا کرد. و جعلکم ملوکا، پادشاهی دنیا را برتان داد. امی داوود علیه السلام از قوم از اینا، سلیمان علیه السلام، موسی علیه السلام، بسیار انبیای دیگر تا عیسی علیه السلام. حکومت دنیا را به اینا داده بود. ولی زمانی که اینا عهد شکنی کردن، امر نهی الله را عملی نکردن، الله متعال نعمت به عذاب تبدیل کرد. آخری درجه شان به کفر رسید. یک گناه را که میکنی، یک گناه به دیگه گناه، به دیگه گناه انسان را میکشن. انتقادها کردن. یک دلیلشانی بود: چرا شما ایمان نمیارین؟ میگفتن به خاطر قرآن جبرئیل میاره. الله در قرآن روح الامین یاد کرد و چند جای گفت جبرئیل دشمن پدرای ماست، اخبار عذاب آورده، میشه عذاب میاره، اگه اسرافیل بیارد باز ما قبول میکنیم. الله سرشان رد کرد. دوم انتقادشانی بود که درباره سلیمان علیه السلام، که اینا میگفتن سلیمان نبی نبود. چرا؟ به خاطر که سحر میکرد، جادو میکرد و پادشاهیش به سحر و جادو روان بود. اون پادشاهی خارق العاده داشت، خلاف عادت، که ما براتون گفتم که سر جنیات حکومت داشت، سر پرنده ها، تختش در هوا میرفت، آهن نرم نمیشد در دستش، بسیار چیزا رو جور میکرد، آواز خزنده و پرنده را میشنید. اینا گفتن کل از این سحر بود و سحر خود کفر است. وقتی گفت سحر کفر است، پس سلیمان کافر شد علیه السلام. و توی را نبی میگی، پیامبر میگی، ما این را قبول نداریم. از این فهمیده میشه که خودت نبی نیست. دوم، اگر میگی که نه سلیمان نبی بود، پس سحر جادو بوده، به خاطر که جادو میکرد. قرآن رد کرد که سلیمان السلام سحر نکرده، بلکه سحر بند کرد، کتابایش در زیر پای خود گور کرد، ساحرها را جزا داد. شما نسبت سحر به این چرا میتین و نسبت کفر به این میتین؟ سحر در اسلام ممنوع است، حرام است، بعضی حالاتش به کفر میرسه. ولی سلیمان نبی بود، سحر بند کرده. بلکه شما تابعداری ساحرها را کردید. از هاروت و ماروت ما شما بیان کردیم که اینا تابعداری سحر را کردن که در زمانه سلیمان علیه السلام شیطانا بیان میکردن. دوم، تابعداری چیزهایی که در شهر بابل عراق هاروت و ماروت بود، او را تابعداری کردن. هاروت و ماروت واقعیتش همیست که الله اینا را روان کرده بود که چون که ساحرها اقسام سحر رواج دادن و حتی بعضی فکر میکرد که می ساحرها خودشان نبی است، پیامبر است.
کارهای خارق العاده میکرد و دوام میکردن که این ما نبیستیم، این معجزه ما این نیست، یک کار خلاف عادت نشان میداد. ملائکه را الله روان کرد که فرق در بین سحر و معجزه بکند. با سحر هم میگفت که سحر اینی توی تو است، معجزه ای قسم است. ولی اینا می آمدن از ملائکه سحر یاد می گرفتن. ملائکه فقط بینمی خاطر بود، هاروت و ماروت. یکم روایت ها هست، بعضی آوردگیست، روایت های ضعیف است، ثابت نیست. محققین محدثین ردش کردن که میگن هاروت و ماروت دو ملائکه بود که یک قصه بیان میکنن. بعضی هم قصه را بیان میکنن. میگه ای گفت که چرا انسان ها گناه میکند؟ میگه الله متعال برش گفت که به خاطر که یا نفس دارن، شیطان دارن، به این خاطر. اینا گفت نه، نفس و شیطان نباید اینا را به گناه بکشانه. اگر ما هم نفس شیطان داشته باشیم گناه نمیکنیم. میگه الله متعال برشان گفت که خیر، من شما را صفات انسانیت برتان میتم، برین در دنیا، یا شهوت برتان میتم، شهوت و نفس، برین در دنیا و امتحان بتین. در دنیا که آمدن قاضی شدن، همین دوتا قاضی که شدن، یک زن زیبا آمد و گناه کرده بود و این میخواست قانون رو به بالاش تطبیق کند و گفت که نه، و زن گفت که قانون سر ما تطبیق نکنین، ما به امرایتان همی عمل بد انجام میدم. اینا گفتن که خود سعیست میبینیم و بالاخره ارتباطشان قوی شد و قوی شد تا ای که یک جای جدا شدن. اینا جدا شدن، بازی ها تقاضا کردن که ما همی عمل انجام بدیم. اونا گفتا که شما شراب نخورین، اون یک دشمن مدار موره نکشین، ما به امرایتان این کار نمیکنیم. باز اینا شراب هم خوردن و آدم هم کشتن، به امرای زنا کردن. که زنا کردن، باز خود می زنی که به امرایش زنا شد، میگه ای ستاره زوره شد، رفت دعوا. یا دیگه ماندن، الله متعال دیگه ملائکه را روان کرد که نگفته بودم که شما اگر مثل انسان شاینی تو گناه میکنید؟ گفت که گفته بودی چطور کنیم؟ گفت دنیا را عذابش انتخاب میکنین یا آخرت؟ گفتن دنیا را، از سخت از آخرت. بعد از گفتم یک چاه است در عراق، شهر بابل، همونجا به کلا ویزان شدن، حالی هم در چاه میگه است تا قیامت به کلا ویزان است. سابقا یکم تا میگه ما رفته بودیم دیده بودیم نشان که به کلا ویزان بودن، حال نیستن، میگه در مسابقه بودن. میگه اینی توی قصه میکنن. این قصه که است گفتیم که اگر که در بعض جای آمدگیست ولی رد شدگیست، اسلام میره رد کرده این قصه را، احادیث صحیح نیست، محققین محدثین تمامنش این روایت را رد کردگیستند. پس در این روایت از چند جهت مردود است. یکی که ملائکه معصوم هستند. الله در قرآن بسیار جاها می فرماید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، سوره تحریم. نافرمانی الله را نمیکنن آنچه که الله امر کنه، و یفعلون ما یؤمرون، با آنچه که مأمور هستند انجام میدن. یک بسیار آیات های دیگه است که در و ما ننزل الا باذن الله، اونا میگن ما نازل نمیشیم مگر به اجازه الله، ما با اختیار خود کدام کاری را کردن هم میتونیم. اسمت ملائکه در قرآن بسیار آیات ها ثابت است. دومی که اینا آمدن این کار کردن، بازی ای زن خود زنا کرد، چطور رفت ستاره شد؟ و در حالی که ستاره زهره این میلیون ها و میلیارد ها سال پیش وجود داشت. حالا نگاه ساینسی هم معلوم است این ستاره نه که ای زن خود نو بوده. این تو نیست که این ستاره در این وقتا پیدا شده باشه. ستاره زهره همی که در شام نو یک در روشنی میته میره میگن نو یک ستاره که میبره. و دیگه ای که اینا قاضی شدن و باز ای تو کارا کردن و شراب خوردن و باز یک به کلا ویزان باشن. این قصه صحیح نیست، قصه اسرائیلی است. و اسرائیلی زمانی که هر واقعی که خبر اسرائیلی بیان شود، اگر قرآن ردش کرده باشه مردود است، مگر که در قرآن باشد مفهومی یا در حدیث باشد. اگر قرآن رد کرد مردود است، اگر قرآن تایید کرد یا حدیث رسول الله با تایید است.
اگر قرآن نه رد میکنه نه تایید، دین ما شما قرآن و سنت رد و تایید نمیکنه، سکوت است. ولا تصدقوه ولا تکذب، نه تصدیق میکنی نه تکذیب. ولی این قرآن رد کرده، این واقعا رد شده کیست، در مخالف اسمت انبیاست. حالی الله متعال در آیت ایره می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین خبردار، لا تقولوا راینا، نگوین کلمه راینا را، و قولوا انظرنا، بگوین که نظر کو به طرف ما، واسمعوا، بشنوین قبول کنین، وللکافرین عذاب علیم، از برای کافرها عذاب دردناک است. در آیت الله متعال رد میکند به قباحت دیگه یهود، و اینایی بودن که انتقاد کردن. این بدبختان در مجلس رسول الله صلی میششتن، منافقین در بینشان بود، یهودیا که میششتن، باز میگفتن که این نبی را میششتن در مجلس، در درس بود، احادیث یا قرآن بیان میشد. پیامبرم که گپ میزد، باز اینا میگفتن راینا یا رسول الله، راینا ای رسول الله، راینا، رعایت ما را بکو، با ما توجه بکو، آهسته آهسته بگو، یا گپ تا تکرار کو، ما نمیفهمیم، مصلحت ما را در نظر بگی. کلمه راینا همیست، در بیان درس لحاظ ما را بکو، آهسته بگو، چند بار تکرار کو، ما بسیار گپ از اوت نمیفهمیم. این هدفش. ظاهر همی، ظاهر لفظ این معنا را میده، اما وقتی که در بین خود میرفتن، باز میگفتن که نه ما پیامبر توهین کردیم، پیامبر نفهمید. چطور توهین کردیم؟ راینا، اونا میگفتن راینا خود چند معنا داره. یک معنیش رونت گرفته شده، از رونت به معنای حماقت، احمق بودن. یعنی ما اینا میگیم که ای احمق ما، ای بیعقل ما، ای لوده ما، رعایت ما را بکن. و این نمیفهم. وقتی که گفت ما میگیم، صحابه هم میگه، فکر میکرد که صحابه که اینا اهل کتاب است، شاید این لفظ خوب باشه، و هم میگفتن یا رسول الله راینا. اینا مسلمان هم میگفت اینا، اما اونا معنی غلط استفاده نمیکردن، اینا میکردن. این دو معنا داشت. راینا یا از رعایت گرفته شده، و ما لحاظ ما را بکن، با ما توجه بکن، یک معنیش. دو معنیش از رونت. سوم معنیش راینا، چوپانم، ای چوپان ما. یکی از خدای مصر هم را بود، نامش را بود، با معنی ای معبود اکبر. یعنی چندین معنا داره. الله متعال منع کتیره. اینا انتقاد کردن که این پیامبر وقتی که ما میگیم که راینا، ما را منع میکند، خود تابعدارش که میگه اونا را چیز نمیگه. رسول الله من نشان کرد که نگوین. الله یا روان کرد، کل را خطاب کرد کلمه راینا را نگوین. چرا این کلمه را نگوین؟ به خاطر که معنای صحیح هم داره، معنای غلط. کافر معنای غلطش استفاده میکنه، مومن معنای صحیحش. پس یک لفظی که چند معنا دارد و انسان در فتنه میپرته، او استعمالش ممنوع شد. حال لفظی که چند معنا داره، انسان در فتنه میپرته، یک کلمه، او در اسلام ممنوع است. این حال شاعرها که شعر میگن المعنا فی بطن شاعر، معنا در اشکم شاعر. ظاهرش ببینید دو دشنامه، کفر شرکه. میگن باطنش اینطور است. از باطنش خبر داری یا نه؟ ای تو میگن. این حال را بفهمیم که هیچ کس حق نداره که یک لفظی را استعمال کنه که در اون معنای کفری و شرکی یا حرام باشه، حلال و حرام. باید الفاظی را انسان بگوید که واضح و روشن باشه. اگر یک کسی را دشنام داد، مثلا دشنام چتی، باز بگوید که هدف ما چیز پاک بوده، این قبول میشه؟ نه، این نمیطور است. حالی شعر میگه حافظ نه، بسیار شدگان میاد دارم. با می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بخبر نبود، زراه و رسم منزل ها. این کلمات کفری است. با می شراب هم میگه، سجاده جای نماز رنگین کن، بخو چیش هم در جای نماز پرتو. اگر پیر مغان گفت برد، الله میگه شراب حرام است، میگه رنگین کن. در سر اونم شراب باز خودش هم میفهمه که شراب نجس هست. نه، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان.
اگر پیر گفت بکو میگه بخو، باز دمیز جای نمازی که شراب داره و نماز بخواد. چرا؟ که سالک بیخبر نبود. سالک پیر میگه بیخبر نیست راه و رسم منزل ها. راه و رسم منزل کجا هست و میفهمه. اگر پیر کفریات هم برد گفت قبول کن. باز میگه سنما یارم 14 ساله است. یک جای میگه حالی یار 14 ساله، مردم میگن یه هدفش خداست. توبه الله را به مخلوق تشبیه دادن کفر است. الله میگه لیس کمثله شیء. اگر رسول الله صلی الله علیه و صحیح نیست. 14 سال رسول الله 14 ساله نه. دیگه صنم، کلمه صنم بت میگه، اینا با الله استعمال کردن حرام است. دیگه اینی تو شعرها را یا میگن این حرام است، حق نداره، یا مولانا میگن بشنود نه چون حکایت میکنند، از جدایی ها شکایت میکنند. نه چی معنا؟ نه بسیار معنا گفته میره. یک تا مفسر اینجا ششته. نه این معنا، نه این معنا. که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. نیستان چی است؟ قربان مولانا شام هدفش چی است؟ لفظ ازی حرام، لفظ ازی نیستان نه و نوجره میگه. و از نفیرم چی قم میگه؟ مرد و زن، مرد قوی فایلی و زن قوی انفعال. هدف مولانا ای است. تا در حالی که نگفته هدف ما چیست. شعر خدا میگه مردم ازش کم از او تعبیر کرده رایست. بعضی شعرهایش خواهید در زبان گفته نمیتونی. شرمندگی است، رسوایی است. اینا تو را کی اجازه داده که تو الفاظ بگو؟ معما بگو. در اسلام معما چیستان چیست خو نیست. اسلام چیستان چیست؟ 100 و 1000 پا داره و سابقا ما را میگفتن. اسلام خو معما نیست، چیستان چیست نیست. دیگه اینشا ببینی همی تو هر کدامیش خو دیگه مشاعره گپای میزنن. کفری ها یک تاش میگه که آن خدای کونه را چی کنم، خدای من نو است. من گفتم ما بچه تو چی؟ نه یک معنا داره. گفتم من میگم کافر میشی به این گپ. اینی باید خو اینی آیت بسیار واضح و روشن است که الفاظ معنای صحیح و غلط داره وش کده باشه. به می خاطر علما حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله منع کرد. حضور نبی، حضور از این معنای غلط استفاده میکنه برای علویا. میگن پیامبر حاضر ناظر هر جگه هر مکان میه، در هر جگه و مکان حاضر است. حضور نبی این عقیده کفری و شرکی است. الله در قرآن میگه والله علی کل شیء شهید. به هر چیز الله حاضر است. و ما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر. الله رسول الله میگه که تو در جانب غرب نبودی که ما بر موسی نبوت دادیم. و ما كنت ثاویا فی اهل مدین. تو ساکن نبودی در اهل مدین که ما با موسی علیه السلام وحی کردیم. یا میگن هر جای است. در نمازم جای یک نفر اعلام میده در مسجد. حضور حضرت صاحب. حتی همی حضرت حدثی که گفتن دادان ما ششتا ولی هر وقت گفتیم بگو استغفر الله کن. حضرت نگوی. حضرت عمر و حضرت رسول محمد صلی الله علیه و حضرت معنای غلط هم داره. یا عشق، عاشق خدا هستم میگن، عاشق رسول الله هستم. این برای علوی ها میگن عاشقان رسول. عشق چی را میگه؟ عشق معنای غلط هم داره. مادر تا گفتم میتونی خواهرت که عاشقت است. خواهر جان عاشقت است. میگه خطر است. مادر گفتی عاشقت هستم خطر شد. اما میگه که دوستت دارم. کلمه محبت جداست. عشق همون محبت است که دو شهوت باشه. اکثر دمی استعمال میشه. بعضی بیدینا باز میگن عشق گناه نیست. حتی همین که رابطه نامشروع میگیرن با یک دختری با یک زنی. در این باره چقدر شعرام خوانده. خود شاعر شعر خوانده و رقاصه و هنرمند او را در ساز خود بیان کرده. اگر عشق باشد گناه الهی، سراپا گناه هم الهی. اگر عشق میگه گناه باشه یعنی نیست. با ما خود اگر بسیار عشق کردیم نه؟ باز ما سراپا گناه هست. ایسایی که چتیات کفریات هست. بناهن اینی گپا عاشق رسول هستم، عاشق خدا هستم نه. نگو این معنای غلط هم داره.
باز یک تا میگه عشق یعنی محبت بسیار زیاد، محبت افراطی هم ممنوع است. هر کس به درجه خودش محبت کنه. الله در قرآن میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما محبت دارین با الله تابعداری مرا کنید. نگفته قل ان کنتم تعشقون الله، اگر شما عشق دارین با الله فاتبعونی. چرا عشق الله استعمال نکرده؟ در قرآن سنت عشق استعمال نشده. پس واژه هایی که اینال عشق معنای غلط هم داره، معنای غلط استفاده نمیشه، نباید استفاده شد. پس اینجا شما هوش کرده باشین که گپایی چی نگوین. خب گپایی که مسئله عقیده و ایمان یاست، کلماتی که چند معنا دارد، خوب هم داره غلط، مهم است این لفظ باز به شرک کشانیده میشه. الله متعال در آیه چی کرد؟ یا ایها الذین آمنو، خبردار کسایی که ایمان آوردن. ایمان شما این تقاضا میکنه که لا تقولو، نگوین برای پیامبرم یا به یک دیگرتان راعنا، راعنا راعی لحاظ بکو ما را. همین کلمه که مگر که معنای صحیح داره همین را استعمال نکن. و قولو، بگوین انظرنا، نظر کو با ما، نظر کو کلمه صاف، نظر کو با ما، لحاظ ما را بکن. و اسمعو، بشنوین، قبول بکنین. هدف اگر که یهود است، ولی چون که این لفظ باید کلگی بند کنه تا که یهود منع شود، الله متعال کلگی را حکم کرد. انظرنا یعنی انتظرنا، انتظار ما را بکش، لحاظ ما را بکن. و اسمعو، بشنوین، قبول کنین یعنی اطاعت امر الله را بکنین. نشوین مثل یهود که میگوین سمعنا و عصینا. و اسمعو، بشنوین، قبول کنین، اطاعت بکنین. وللکافرین عذاب علیم، از برای کافر عذاب دردناک است. یهودیایی که رسول الله صلی الله علیه و دشنام میتن، الله میگه از برای از اینا عذاب چیه؟ دردناک. از اینجا فهمیده میشه که هدف کافر است. وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا، دوست ندارد کسای کافر هستند، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، ولا المشركين، و نه مشرکین، ان ينزل عليكم من خير من ربكم، این که نازل کرده شد با بالای شما خیر از جانب ربتان. والله یختص برحمته من یشاء، الله خاص میکند بر رحمت خود کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل بزرگ است. در این آیت الله متعال رد میکند دیگه قباحت یهودا. یهود و مشرکین خوش نداره که به مؤمنین وحی شود، خیر نازل شود از جانب الله. حسد دارن، کینه دارن که چرا این عرب است. الله میگه ما کسی را انتخاب میکنم به نبوت میکنم، الله صاحب فضل بزرگ است. در این آیت هم رد است به بالای یهودیا. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، خوش ندارد کسای کافر است از اهل کتاب، ولی المشرکین، نه مشرکین، کافرای یهود و نصارا. اهل کتاب کی است؟ اینا کفروا من اهل الكتاب، کفروا من اهل الكتاب یهود نصارا. قرآن میگه کافر هستند، بعضیا میگن نه کافر نیست. مرا گفته بودن یهود نصارا را کافر گفتن. اوه ما گفتم این چی گپ است؟ یهود نصارا گپای خطرناک کسی که در وجود داره. تو میگی که یهود نصارا قرآن کافر گفت. قرآن بعضی کسای دیگر هم که دعوای ایمان دارن در زبان ورم کافر میگن. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین ان ينزل علیکم، این که نازل شد به بالای شما چیزی از خیر. خیر چیست؟ وحی الله، احکام قوانین الله، من ربکم، از جانب ربتان. والله یختص برحمته من یشاء، الله خاص میکند به نبوت وحی خود و فضل احسان خود کسی را که بخواد از بندهای خود. یعنی الله نبوت به محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب آخرش ابن اسماعیل میشه، به این دادگیست. این فضل الله. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل بزرگ است. یعنی چی معنی؟ فضلش بسیار فراخ است، احسانش بسیار زیاد است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. ما ننسخ آن چیزی را که ما نسخ میکنیم، من آیت از یک آیت، او ننسها یا فراموشش میکنیم از حافظه تو، نأتی بخیر منها و مثلها
میاریم به بهتر ازی یا مثل ازی را. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. آیاتنا میفهمی الله به هر چیز قدرت داره. بعضی چیزا را الله منسوخ می ساخت، اینا انتقاد میکردن. مثلا قبله طرف بیت المقدس بود، الله گفت روی تدور بتی. کلمه را اینا را الله اجازه داد، پسان منش کرد که نکنین این کاره. اینا انتقاد میکردن که این پیامبر برحق نیست. میگم چرا امروز یک گپ میزنه فردا دیگه گپ. از این فهمیده بشه که این کلام محمد است، قرآن کلام الله نیست. الله در اینجا بیان میکند که این کار ما است، ما همین کار میکنیم، در این بسیار حکمت ها است. پس شما حق انتقاد ندارین. پیامبر از پیش خود کدام کاری را نمیکند. نسخ در لغت به معنای ازاله و ابطال میگه، زایل کردن، دور کردن یک چیز. در لغت به بسیار معنا و معنای نوشتن هم آمدگی است. نسخه که میگن، نه نسخه نوشته شده. در اصطلاح تبدیل یک آیت به یک آیت دیگه که مؤخر باشد، یک آیت متقدم با آیت متأخر دور کرده شود حکمش، این را نسخه میگه. نسخه در قرآن وجود داره. نسخ قرآن به قرآن آمدگی است. قرآن به حدیث، حدیث تا بعضی آیات منسوخ ساختگی است. اقسامش بسیار زیاد است. 4 قسم نسخ است. ما ننسخ یعنی ما نبدل، ما تبدیل آنچه که تبدیل میکنیم. ما موصوله است، خب نافیه نیست. من آیت، من حکم آیت، از حکم یک آیت و تغییرش میتیم به یک آیت دیگه، یک دیگه آیت میاریم. او ننسها یا فراموشش میکنیم از قلبت بیخی، هیچ دیگه آیت در جایش نمیاریم. نأتی بخیر منها، میاریم ما بخیر ازی، خیر از برای شما مؤمنین آنچه که بسیار به نفعتان در دنیا و آخرت. یعنی دیگه آیت میاریم که به حساب منفعتتان خیر شما است، مشقتتان کم کرده یا ثوابش بالاست. او مثلها یا مثل ازی آیت میاریم. مثل ازی یعنی چی معنی؟ مثل همی حکم میاریم. حکم مثل همو حکمت او بود تا یک وقت پسان مثلش میاد. در اینجا اینطور نیست که بعضی های تو معنا میکنن که ما یک آیت که منسوخ کردیم دیگه آیت به خیرش میاریم. خیر، اینجا قرآن خیر خو از یک آیت دیگهش خو برتری نداره. اینجا خیر اما حکمی که به منفعت مؤمنین است. او مثلها یا مثلش در منفعت، در منافع. مثلا یک مولا، اینجا بعضی مولوی است مرضی هستن، مچم در قلبشان مرض است. خود آدم از این جمله ما و شما میگیره، خود بسیار بالا میگیره، از ما و شما میکنه. ولی دمی جمع حساب میشه، دمی جمع قرآن و سنت. گفته که امی سنگسار در اسلام نیست. اصلش همیست خود به قسم دیگه گفته. به این کلمه نیم تو در شف و گشتانده و گشتانده. یکم تا که یک گپ بخواهد چی کنه، ای تو میره. از او را میره باز میره. تو رو بروی نامده. حال من تو خلاص شبرتان گفتم. چرا نیست؟ گفت بخاطر که در قرآن وجود نداره. گفت باز بعضی ها میگن که آیت در قرآن بود الشیخ و الشیخوخه اذا زنایا فرجموهما. شیخ مردی که عروسی کرده، ازدواج کرد. و شیخوخه زنی که ازدواج کردگی است. اذا زنایا وقتی که زنا کردن، فرجموهما سنگسارشان کنین. اینمی آیت گفت بعضی ها میگن که بود در قرآن منسوخ شد. با چی میگن؟ وقتی که منسوخ شده باشه پس قرآن میگه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منه. آن آیتی را که ما منسوخ میکنیم یا از قلبت فراموشش میکنیم، نأتی بخیر، خیرش ما میاریم. او مثل یا مثلش. اینا گفت سنگسار با چی ثابت است؟ به حدیث. گفت او آیت که منسوخ شد حدیث خو خیر نیست از قرآن کده، مثلش هم نیست. وقتی که مثلش نیست پس چطور به حدیث سنگسار ثابت میشه؟ اینی را چی میگن؟ فتنه. فتنه را انداخت، وسوسه شیطانی. فتنه را انداخت یعنی حدیث خو خیر هم نیست از قرآن کرده و بهتر هم نیست از قرآن کرده. نه خیر است نه بهتر. پس شما چطور این گپا میگن؟ سوال
جوابش است که اینجا نأتی بخیرن خیر یک آیت دیگهش که در خیر می باشه. آیت خود کلش یک قسمه از این که از جانب الله آمده. خیر در چی است؟ در منفعتش بر مؤمنین. ما یک حکمی را میاریم که خیر یا مثلش در منفعت است. نگفته که بهترین آیت میاریم یا مثل آیت میاریم. اینجا خود هدف نیست. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. در ارتباط نسخ معنای لغوی اصطلاحیش بیان کردیم. الله متعال بعض احکام منسوخ میکرد. باز منافقین و یهودی ها انتقاد میکردن که چرا احکام منسوخ شدگیست. بعضش مثلا مسئله قبله دیگه ای که الله کلمه راینا را منع کرد که را نگوین، باز اینا انتقاد میکردن. الله جواب میگه که آن آیتی را که ما نسخ میکنیم، یعنی تبدیل میکنیم حکمش به یک حکم دیگه، یک آیت دیگه، او ننسها یا فراموشش میکنیم از قلب تو، نأتی بخیر منها میاریم بهترین حکم که یا آیتی را که او خیر است، منفعت شماست و بسیار مصلحتتان دونه، او مثلها یا در ثواب و اجر برابر است. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. نمیفهمی که الله به هر چیز قدرت داره. خب من یک سوال بعضی ها را بیان کردم که اونا میگفتن سنگسار چون که در قرآن حکمش بوده منسوخ شده دیگه آیت نامده، حدیث است سنگسار وجود نداره. او را رد کردیم که از این آیت تو فهمیده نمیشه که آیت منسوخ شد بهترین آیت بیاد. آیت خود کلش یک قسمه. اینجا خیر که است، خیر در منفعت انسان هاست. یک حکمی را میاریم که به منفعت مسلمان هاست یا اینکه در حکم و منفعت و ثواب برابر است، مثلش است. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. نمیدانی ای مخاطب که الله به هر چیز قدرت دارد، یعنی از الله صادر نمیشه مگر خیر بر بنده ها. قدرت الله بسیار وسیع است. قدرت داره که یک حکم صادر کنه دیگه حکم صادر کنه. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. آیا نمیدانی ای مخاطب ان الله بدون شک الله له ملک السماوات، خاص از برای الله ملک پادشاهی و تصرف آسمان ها و الارض زمین است. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. نیست برای شما بغیر از الله کدام مددگار و نصرت کننده، ولی دوست که شما را غلبه بده به بالای دشمن، نصیر که از مصیبت ها نجاتتان بده. علم تعلم ان الله له لام بر تخصیص است. ملک السماوات، مالک، اختیارمند، متصرف در آسمان هاست، در تمام امور مخلوقات حکم میکند قسمی که بخواد، امر میکنه نهی میکنه، خوشحالی را میاره یا غم میارد، اولاد میته نمیته، قصالی را میارد یا فریمانی را میارد. این هر نوع تصرفات در آسمان و زمین فقط الله میکنه. این اختیار پیش الله، به دیگه کس اختیار نداده. حالا مردم ها میگن نه اینی قبرها مردارا میگن، میگه این زیارت ها بسیار زور دارن، کل کار یا میکنه. الله اجارت میکنه که این کارها را غیر از الله دیگه هیچ کس نمیکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. نیست برای شما بغیر از الله من ولی کدام دوستی که حالات شما را جور کنه و نصیر مددگاری که شما را نصرت بکند در مشکلاتتان. غیر از الله نیست. اگر الله مدد میکنه، اگر نمیکنه دیگه کسی نمیتونه. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آیا اراده دارین ای مؤمنین ان تسألوا اینکه سوال بکنین رسولکم از پیامبرتان کما سئل موسى من قبل، مثل که سوال شده بود موسی علیه السلام من قبل و پیش از اینمی آخر خاتم النبیین. و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی تبدیل کرد کفر به ایمان، کفر چون ایمان امان کفر انتخاب کرد، فقط ضل سواء السبیل، بدون شک گمراه شد از راه مستقیم. ام تريدون،
اینجا بعضی مسلمان ها سوال کردن از رسول الله سلام و بعضی ها میگه که ام تريدون ان تسألوا رسولکم، خطاب به مشرکین است. اونا هم سوالا میکردن، بعضی مسلمان هم سوالای بیجا میکردن. الله متعال در اینجا زجر میته، منع میکند که سوالای بیجا نکنین. مشرکین هم میگه خواستهای بیجا نداشته باشین و مؤمنین هم کلگی را خطاب میکنن. آیا اراده دارین که سوال بکنین؟ یعنی نکنین، کوشش میکنین که سوال کنین. رسولکم، از رسولتان که خاتم النبیین است، کما سئل موسی من قبل، مثل که سوال شده بود موسی علیه السلام من قبل، پیش از آمدن پیامبر. او سوال از اونا چی بود؟ یهودی ها از موسی سوال کردن ارنا الله جهرتا، الله را به ما اشکارا نشان بده. باز چی شدن؟ گمراه شدن اونا. پس شما تو سوالای بیجای نکنین که گمراه شوین، کما ضلوا، مثل که اونا گمراه شدن. چیزی که حکم آمد عملی کنین، که نامده سوال نکنین. این طور به ما چرا نامد، این تو نشد، تو نشد. لا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، در سورت مائده الله می فرماید ای مؤمنین از بسیار چیزا سوال نکنین. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، اگر برای شما آشکارا شود شما را غمگین می سازد. ان تبد لكم تسؤکم و این تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. سوال کرده بودن این تو چیزا را باز کافر شدن. بعضی سوالا را کس میکتمی مسلمان ها بعضش آمدن میگفتن که پدر من در کجاست، مادر من در کفر شرک شده تیر شده، در کجا است؟ باز رسول الله هم میگفت هو فی النار، امک فی النار، مادر داتش است، پدر داتش است. بازی ها جگرخون میشدن، میگفتن نه ما قبول نداریم، این کافر میشی. پیامبر که گفت نه، پیامبر هم خبر داد که این طور است، قبول نکردی کافر است. پس سوالای بی جای بی مورد نکنین. مثل که اگم تا میفهمه که اسلام این طور است، بی جای سوال میکنه. و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی که تبدیل کرد ضلالت را، کفر بالایمان در بدل هدایت، فقد ضل سواء السبیل، بدون شک گمراه شد از راه مستقیم، از راه مستقیم برآمد. چی معنا؟ یعنی بعضی وقت این مؤمن مرتد میشه، ایمان میمانه، کفر میگیره، به این سوالا کافر میشین. مثل که حال بعضی بیدینا سوال میکنن، نه؟ میگه الله متعال میتونه که یک سنگی را که از خودش کده و زمین باشه بلند کنه. این سوالات کفری است. میتونه که الله متعال مثل خدا خلق کنه، مثل خدا. اگر بگویی میگه این خیلی دو خدا شد که میتونه خود مثل خدا خلق کنه، هم خالق شد و او مثلش که است و هم خالق است، نه؟ هم مخلوق شد. اگر بگویی نه، میگه خیلی دیدی که ضعیف شد، قدرت به هر چیز نداره. نه. این تو سوالای کفری قضیات سوالا میکنن، بسیاری تو سوالای خطرناک. الله میگه که سوالای بی جای نکنین که باز کافر میشین، ایمانتان از دست میتین. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر. ود کثیر من اهل الكتاب، آرزو دارد، کوشش میکند بسیاری از اهل کتاب، لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا، اینکه بگردانند شما را بعد از ایمانتان کفار، کافر. حسدا من عند انفسهم، حجت حسد و کینه که نفس از اینا نشأت میکند، پیدا میشه. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از که آشکارا شده برای از اینا حق، قرآن، پیامبر. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا عفو کنین، واصفحوا روی بگردانین، حتی یأتی الله بأمره، تا که بیاید الله به حکم خود. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. در اینجا قباحت دیگه یهودا بیان میکنه.
وی است که 24 ساعت فکرشان نیست که مسلمان ها را کافر بسازند. شب و روز کوشششان نمیاد که مسلمان از ایمانش بیرون کنه. این کار یهود است. پس شما هوش کرده باشین که الله میگه اینا کار میکنن برای کافر ساختنتان. گپای از اینا شما را فریب نده، بازی نخورید و کتاب الله محکم باشین، علم یاد بگیرید. از عقاید از اینا است، باید از کارهای از اینا خبر شوید که یا چی میکنن. الله خبر میده که اینا با کافر کردن شما بسیار تلاش میکنن. حالا خب شما میبینیم که به صدها میلیون دلار مصرف میکنن، به صدها، تا که مسلمان ها را کافر بسازن. چه از طریق تلویزیون، نشرات، پول، پیسه، مؤسسه، چقدر عیسوی ساخته رایستن و چقدر دیگر سیکولار ساخته رایستن، چقدر کمونیست ساختن، نه؟ چقدر گمراه ساختن اینا. 14 قرن پیش الله خبر داده. حال ما شما از اون وقت کده میبینیم قوی تر اینا کار میکنن. یا حتی که میخوانیم میگه فعلا نازل شده، نه؟ خاطر قرآن اینمی است. هیچ اگه ما نگویم دو وقت نازل شده، اینمی حالی که ببینیش میگه اینا اینمی حالات در زندگی ما هست. ود کثیر ود رزو داره. اینجا ود به معنای کوشش است، عمل میکند، کوشش میکند. کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب. اهل کتاب کی است؟ یهود نصارا، هر دو، یهود نصارا یا مسیحی و عیسوی اینا. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. این که یردونکم یعنی یسیرونکم، بگرداند شما را، من بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان، کفارا کافر. شما بعد از اینکه شما ایمان آوردین کافرتان کنه، یعنی مرتدتان بسازه، مرتد شوید. مرتد امو کسی را میگه که اسلام قبول کرده پس کافر شد. از این فهمیده میشه که این کار کافرها میکنن. حسدا من عند انفسهم. چرا این کار میکنن؟ از جهت حسد و کینه از اینها که بر شما دارد، یعنی نفسای خبیثشان، حسد و کینه از قلبشان بر آمده. چرا مسلمان ها مومن باشند؟ میفهمیدن که یا به دین حق در دنیا در نعمت باشند، در آخرت در جنت برند. بیا که از یک چیز محرومشان کن، از جنت محرومشان کنی. حتی این کافرها وقتی که دعوت میته مسلمان ها را مسیحی و عیسوی میسازن، باز میگن که یار عیسوی خالص هم نسازین. هم ملایشان میگه. خب چرا؟ میگه به خاطر که اگر مسیحی خالص هم شون باز مثل ما میشن، پس ما خود جنت میریم اینا هم میرن. او تو را هم نکنین، مثل ما هم جورش نکنین. خب چی کنیم؟ از دینش بکشش، نکنم دین دیگه داخلش نکن، خلاص فقط از دین بکشش. اون تو بیدین بانش میگه. این تو دیگه خوش هستن، یک قدر یا کی نداره. و میگه ایره آوردی مثل ما جور کردی. خب این حساب روز پاپ میشه، نه؟ در دنیا هم کلان آدم، در آخرت هم جنت میره. و باز میگه وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. در جنت هیچ کس نمیره. یهودی ها میگن مگر یهودی، نصرانی ها میگن مگر نصرانی. اینا و میگفتن اگر شما اینا را مثل ما مسیحی، عیسوی، نصرانی بسازین، پس اینا در دنیا ما نخوبن، در آخرت هم جنت میرن. چی کنیم؟ از دینش بکشش، در یک دین دیگه داخلش نکن، یا در یک دین دیگه برن. برو کمونیست جورش کن، میگه او در یک دین نیست. سیکولار جورش کن و بیز با در جهنم میره. اونا میگن یهودی و نصرانی پخته جورش نکن، مقصد از دینش بکش. حسد من عند انفسهم. حسد و کینه و بغض و عداوت دارن همین یهود نصارا. الله چی میفرماید که فعفو واصفحوا، عفو بکنین، واصفحوا اعراض کنین از اینا، نگیرشان، عذابشان ندین. اینجا سوالی است که وقتی میخوان مردم کافر جور کنن، ما خب باید یارم جزای اعمالشان برسانیمشان. خصوصا رسول الله هم در مدینه که آمد حکومت داشت. سوال پیدا میشه وقتی که اینا با کافر کردن ما کوشش میکنن، در پهلوی ما هم در مدینه یک جای زندگی میکنن، ما باید اینا را بکشیم دیگه. الله میگه نه، فعفو، عفو کنین.
گذشت کنین، واصفحوا روی بگردانین، انتقام نگیرین. تا که حتی یأتی الله بامره، تا اینکه بیاد الله با حکم خود. حکمش چی است؟ قتال. تا که الله حکم قتال نازل نکرده بانش. به می خاطر است که آیت با حکم قتال منسوخ است. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامره، قتال، جنگ. او در کجا آمد؟ در سوره توبه الله حکم آورد: قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بجنگین با کسایی که ایمان نمیارن به الله و روز قیامت. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، آن چیزی را که الله و رسولش حرام کرده یا حرام نمیکنن. و دیگه چی؟ دیگه ای که ولا يدينون دين الحق، دین حق قبول نمیکنن، اسلام. شما چی کنین؟ قاتلو. تا که قتال کنین. و کیستن؟ کدام کافر؟ من الذين اوتوا الكتاب، یهود نصارا. حتی یعطوا الجزیه، تا اینکه جزیه بتا عن ید، با قوت یا با دستای خودان، و هم صاغرون، در حالی که ذلیل باشه. یعنی حکم آمد با فاعفوا واصفحوا، خلاص شد دیگه. حتی یأتی الله بامره، حتی یأذن الله لكم بقتالهم، تا اینکه الله اجازه بده با قتال. این تفسیر ما همینطور میگه. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. یگام تا چی میگه؟ این الله میگه که فاعفوا واصفحوا، عفو کنین، بانشان کار کنن، آزاد بانشان. چرا نمیمانین که خیر به دین خود دعوت میکنه؟ شما به دین خود دعوت کنین، نه به دین خود. میگم ظالم کسی که ناسخ و منسوخ قرآن نفهمه، تفسیر کردنش حرام است. خب تفسیر بیان کنه. علی هم میگه، یک کسی گفت که من تفسیر میگم. حضرت علی گفت ناسخ منسوخ هم میشناسی؟ گفت نه. گفت تو اشدار، گفت تفسیر نکنی که مجازاتت میکنم. حکم منسوخ است، اینمی حکمش خلاص. حالا اگه کسی بگه که اینمی حکم است، فاعفوا واصفحوا، عفو کنین و روی بگردانین و غرضشان نگیرین، آزاد بانین. آزادی است، نه؟ آزادی عقیده، آزادی بیان. و ایمان خدا دست میته دیگه. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. قدرت داره که از اینا انتقام بگیرد وقتی که نزدیک رسید، حالت نزدیک شد.